این چیه که به لوله لغت میزنه و مثل یه مار از لوله میزنه بیرون. این فناوری به ما کمک میکنه تا لوله‌های شکسته یا فرسوده و خراب رو به راحتی تعمیر کنیم و به نسبت تعویض لوله‌ها خیلی سریعتر انجام میشه. برای انجام این کار، اول از همه به کمک یه دوربین کوچیک به دنبال محل نشتی میگردن و بعد از پیدا کردن نشتی توسط این زنجیر، زنگ زدگی‌ها و کثیفی‌هایی که به دیواره لوله چسبیده رو تمیز میکنن و بعد با آب میشورن. در این مرحله فرایند آسترگذاری لوله آغاز میشه. برای این کار اول لوله اندازه‌گیری میشه و به همون اندازه پوشش آستر میبرند و به کمک یک پمپ هوا رو از داخل پوشش خارج میکنن و داخلش رو با رزین اپوکسی پر میکنن و رزین اپوکسی رو قشنگ هم میزنن تا از ایجاد حباب‌های هوا جلوگیری کنن. رزین اپوکسی بسیار قوی و مقاوم در برابر مواد شیمیاییه و همچنین برای جلوگیری از مسدود شدن لوله آب توسط ریشه درختها بسیار گزینه مناسبیه. بعد از اینکه اپوکسی کاملا جذب آستر شد، اول آستر رو صاف میکنن و بعد با استفاده از یک کمپرسور فشار هوای داخل پوشش رو بالا میبرن تا پوشش باد کنه و به دیوارهای لوله بچسبه. پوشش داخلی لوله در عرض 4 ساعت کاملا سفت میشه و در آخر لوله جدید برای استفاده آماده میشه و میتونه تا 50 سال دوام بیاره. اگه میخوای از عجایب جهان بدونی کافیه مجله زمین رو فالو کنی.